متاسفانه با یه بایکوت خبری شدید در فلسطین ما روبرو هستیم، سکوت مرگبار رسانه‌ای که دیگه برای ما هم طبیعی شده. الان موقع چای خوردن فقط آمارا رو گوش میکنیم. امروز چند نفر کشته شده غزه؟ 100 نفر. خدا بیامرزه. پورت دیگر رو بده بالا. جناب اینا برادران دین ایمانی تو هن. اینا کسایی هستن که درد اینا باید درد تو باشه. شما مگه قرار نیست جسد واحد باشید؟ مگه قرار نیست درد اونا درد شما باشه؟ مگه قرار نیست یه ذره خودتو جای او بذار، احساس کن همون بمبایی که صهیونی سر او خانواده‌اش دارن هم میریزن، اگر خدایی نکرده این بمب‌ها بر سر ما میریخت الان تو همین شهر خود ما چه توقعی از بقیه امت اسلامی در اطراف و اکناف عالم داشتیم؟ ما روزی 5 وقت نماز میخونیم و خیلی هم خودمون مؤمن میفهمیم که آقا 5 وقت دارن نماز میخونن، اما اونا روزی 6 وقت دارن میخونن، یه وقت نماز جنازه بر عزیزانشون دارن میخونن. یه شب شده خواب از چشمای من بپره، غیرت دینی منو بیدار کنه که خدایا چرا یه نقطه جغرافیایی عالم اینقدر مورد قساوت و شماتت قرار میگیره از طرف یهود و نصارا؟